سلام. یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه من میگم نره تو میگی بدوش. با همین گزارش رو ببینیم. در پدیده نادر در شهرستان گلپایگان یک بز نر را میدوشن. آیا عبدالحسنی چطور شد متوجه شدید که این بز نر شیر تولید میکنه؟ والا یه 20 روز یک ماه جلوتر داشتم علوفه میریختم براشون، دیدم 2 تا قده بزرگ بغل بیضه‌های بز هست. گرفتم نگاه کردم دیدم که بزرگ شده، دست دادم دیدم نرمه، ولی خب من ندوختم شیرشو ببینم. تا رفتم پیش دکتر پرسیدم که اینجوری شده، گفت بدوش ببین شیر داره. دوختیم دیدیم شیر داشت. در خدمت دکتر شهبازی هستیم، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گلپایگان. آقای دکتر چه توجیهی داره شیر دادن بز نر؟ در رابطه با این بز نر حدوداً 3 ساله که امروز ما اومدیم بازدید کردیم، گاهن در کتاب‌های دانشگاهی عنوان شده که در مواردی بسیار بسیار نادر به علت اختلالات کروموزومی X و Y ممکنه که بز ظاهر بدنی و تیپ نر داشته باشه، ولی خب از نظر کروموزومی و ژنتیکی به تیپ ماده هم شبیه باشه. منتهای مراتب این بزی که من الان مشاهده کردم با توجه به اینکه امسال هم بزغاله داده، سال گذشته بزغاله داده، نتاجش مشخصه و تونسته تولید مثل انجام بده، مشکل اختلالات کروموزومی بعید میدونم که باشه و بیشتر اختلالات هورمونی باعث شده که این بز از نظر غدد پستانی فعال بشه و شیر تولید کنه که بسیار بسیار موضوع نادریه. آقای دکتر این شیر الان قابل استفاده است؟ این شیر از نظر کلی موارد ظاهری و ارگانولپتیک همانند شیر بز ماده میمونه، کما اینکه دامدارم گفتن ما این شیر رو جوشوندیم و استفاده کردیم و باز دوباره اگه آنالیز بشه بهتره. ولی در رابطه با کل موضوع بز هم می‌خواستم یه نکته بگم که اگر از نظر تحقیقاتی کار بیشتری روش بشه شاید به نتایج بهتر و متقنی دست پیدا کنه.